حالتون چطوره؟ من مبینم یک کفنه پر طرفدار من که رفتم. امروز اومدیم با یه پارت جدید و جذاب و بسیار خفن از شهر بازی. امروز اومدیم شهر بازی و قرار دهنمون سرویس شه. فکر کنم یه چیزی شبیه سقوط آزاده ولی یه ذره بیشتر از اینا میخواد. الان آقا میاد وصل میکنه و ما سوار میشیم و من براتون ویدیو میگیرم فقط اگه زنده بمونم. چها این دست خرامون رو بسته و الان خدا میدونه. یا ابوالفضل داره میره شروعش کن. بچه این میره دور میزه. اوه 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 اوه. نه خب یه دقیقه وایسا زمان بده. نمیشه نه. من پیاده شم؟ نه نمیخوام. وای نه تصورم ازش همچین چیزی نبود بچه تصورم ازش همچین چیزی نبود. نه آدم رو برعکس میمونه. بچه ها گوشیم بیفته گوشی خودم نیست آجی میچرخه. آجی من تخمشو ندارم جون من بیادم کنید. وای من فقط بچه گوشی رو چسبیدم چون بیفته داداشم خارم و میگاد. بچه اونقدرم ترس داره فقط میدونی تخم کرده. فقط بچه بنده تخم کرده. بچه تخم دارم میکنم 6 تا تخم کردم. بچه برعکسیم. داداش جاذبه رو به یه برات گرفتی قشنگ. داداشمون جاذبه رو به تخمش گرفته. یا ابوالفضل نه من نمیخوام حرام زاده. بچه وای بچه بگی نگه داره من داره فشارم میفته. بچه من دارم میمیرم. نه این شوخی رو با من نکن. این کار رو با من نکن. بچه ها تخمی برام نمونده همش داره میریزه. بچه ها من دیگه ندارم. بچه ها تخمی برام نموند دیگه همش ریخت. این حال روزا منه. خب بابا این عمو جاذبه رو به یه ورش گرفته. چشاتو بسته بودی خواهر. من باز نکردم. جاذبه رو به یه ورش یعنی قشنگ ما رو چرخوند یه دور. بچه بریم برای بخش بعدی. عشقای من الان عمو میاد. اینو ما میخوایم این بازی رو بریم. من یه بار اینو سوار شدم خب ولی بچه بودم الان یادم نیست. خب الان من اینو سوار میشیم تا البته اما بچه لکنت گرفتم سر این داش. من اینو الان سوار میشیم اوکی. خب بچه موام همه به هم ریخته. ما الان عمو میاد اینو بس میکنه سوار میشیم میایم دوباره. خب عشقای من عمو ما رو اومد اینجا سوار کرد و من رو روی این ماشین دوم نمیدونم چه دست خریه دوم نشوند. قطعا از اونی که من سوار شدم وحشتناکتر نیست داره راه میندازه. حس میکنم بچه این خیلی راحت تر از اونه. حاجی اون ما رو دور زدوند. این خیلی نه واقعا فکر نمیکنم ترسناک باشه. نه واقعا ترسناک نیست. آرومم میره آخه ترسی نداره که بگم وای نه من گوه خوردم. بله عمو داره ما رو تند میبره بچه. من اصلا حواسم نبود که یکی از وسایل هیجانی اینجاست. بچه من دستم نمیلرزه این هی تکون میخوره این 20 تا مونده. بچه من از این نوام بشم. بچه همچین اتفاق داره میفته. چرا اینجا همه جاذبه به تخمشونه؟ داداش جاذبه است الکی نیست.
امنه، من مطمئنم، ولی فقط به این دست خر وصله. خب امنه ولی فقط به این وصله. خب فعلا ما این بار بلای سرمون نیومد، امیدوارم بلای سر آیندگانم نیاد. بریم برای بخش بعدی که قراره قشنگ حال کنیم. عشقای من اومدیم آیتم آخر رو با یه چیز آرامش بخش بریم. خب من اینو دیدم، قلعه وحشت. خب یه چیز خیلی مثلا این اتاق فراره. خب ولی جدی من اونقدرام نترسیدم برم اتاق وحشت، اتاق فرار، اصلا نمیتونم. خب پس الان گفتیم آیتم آخر رو با یه چیز آرامش بخش بریم. اینجا الان دریاچه چیتگره، اینجا یکی از پارک‌های توی پارک چیتگره، شهر بازیاست. الان ما میخوایم بریم این چیتگر، این دریاچه‌ش، ببینیم اگر اجازه میدن ما فیلم برداری کنیم و بتونیم ما قایق رانی کنیم و شما عزیزانم ببینید. بریم سراغ بخش بعدی. ما الان اومدیم تو دریاچه چیتگر، پشمایمون فقط بچه اونجا بودیم ما، اونجاها، اون اطراف، اون حوالی. بعد الان اینجاییم، ببینید اینو که برش کنین گوره با اینجاییم. خب الان اون هیچی، بازم بریم اون بر. ما قراره بریم اونور. نگاه کن تا اونجا که اصلا کشیده. آره جون کن. بچه فکر نمی کنم بیفته، نه نور میفته نمیبینم. حالا ما میریم ببینم. بچه ماهو ببینید چه خوشگله. بریم، اشکال نداره، نیم ساعتمون فدای تارمی بچه. بریم بچه، بریم ما یه ذره بریم جلوتر، بعدا دوباره ویدیو رو شروع کنیم. عشقای من ما رسیدیم به اینجا، یعنی اصلا اتفاق خیلی خاصیه ها. بچه اونجا چیه هی داره رای میزه نمیدونم. بچه باز ماهو ببینید چی جذاب. بچه ما الان اینجاییم. خب الان اینجاییم، یعنی الان توی اینیم. خب ولی بعد اونجا بودیم. جدی دارم سرویس شد تا بیام اینجا. وای نفسم من نمیخواد. بچه ما شما اشتباه میکنیم. چه سلامت شو. اچھا لایک کویدا یادت نره. الان مثلا تو بچه‌ها تو نگفته خودشون لایک میکنه، یعنی تو خر نیستن. بچه‌ها میره ویدیوهای منو میبینه این خر بعد لایک نمیکنه. آخه آقا بنظرم وایس ذره اونور نرفتم. بچه راست میگم من نمیتونم، ندارم تا اونجا برم. بذار من میزنم تا اونجا که رسیدم. باش بزن می نمیتونم. بچه اونجا رو نگاه کنیم بچه، بعد جفتون با هم پا بزنیم چون تنهایی نمیشیم. بریم بابا بچه اونور خیلی سخت میره، یعنی چون جریان آب به این سمت، به سمت عقب طرفش توی قشنگی که ویدیوی من لایک بکنی. ولی خب آی دهنم سرویس داریم شو بچه ما اونجا بودیم، اونو میبینید، اونو اینجا میبینید، اونو میبینید، ما اونجا بودیم. کجا میری؟ اولش ولی ما اونجا بودیم. اول اینجا بودیم، اول وایسا گو نخور. اول که ما اومدیم این پارک چیتگر ما اینجا بودیم. اون چیزه، اون دست خره رو میبینید اونجا هی داره نورش میاد، سرسر است. الان یه چند دقیقه پیش اینجا بودیم. بعد از اینجا بچه دهنم درست چرا عقبکی با مغز کدوم خریا خوردی؟ اون جلو میزنم. خب دوستان بعد الان ما بریم بذار من نشون اونجا رو میبینید بچه اونجا. بابا دست خر بگی تو این بر. خب من نمیرونم تو برون بذاره. خب تو یه ذره بزن من بچه اینجا نشون بدم. بچه این لک چیه؟ فلامینگو. بابا دست خر بگی اون بر. بچه خیلی دریاچه چیتگر قشنگه. بعد یه چیزی تو کامنت ها بهم بگی بچه، من واقعا نمیدونم دریاچه چیتگر دریاچه مصنوعیه؟ نه اون بر نره احمق، بگیرش این بر برم اون برتر ذره، یعنی اصلا روندنم بلد نی. بچه بهم بگی دریاچه مصنوعیه یا از اون دریاچه هایی که چه میدونم به صورت طبیعی بوده، ولی فکر کنم دریاچه مصنوعیه. نه اینجوری گم خوری. اصلا ما تا اینجا بیشتر نمیتونیم بریم. چرا؟ بذار بریم اونور جذاب‌تر به نظر من. خب بچه من همینجوری براتون ویدیوهای آرامش بخش که نه یه ویدیو میگیرم ببینید حال کنید. بچه واقعا خیلی جای خفنیه و واقعا میگم ویدیو فردا رو از دست ندید،
خیلی جذابه بچه ها. دست خره بگی اون بر. رفتن دیگه. خب اشکا ویدیو فردا واقعا این چه کاریه؟ نه باشه ادب نمیذاره برای آدم بمونه. بچه بخشای قبلی هم حتما ببینید خیلی جذابه. بریم ادامه ویدیو. عشقای من آره سر برمیگردیم سمت قایقرانی محترم. بچه قایقرانی خیلی واضح هران نمیفته. احمق یه پا بزن. قایقرانی خیلی اسمش واضحه ها. بچه نگاه کن قایقرانی اسمش اینه و خب اینجا اگه میخوایم بیا واقعا قایقرانی خیلی خوب و جذابی. اگه دوست داشتید بیاید خیلی جای باحالیه. ما الان بریم اونجا. ببینید اونجا رو میبینید باید بریم اونجا. این کسمشنگ خسته شد. خب بگاره. آره بگاره. بریم برسیم اونجا. آقا ما پیاده شدیم. دهن پام سرویس شد. یعنی کلا دوست دارم خودم عذاب بدم. بچه اونجا اینقدر سوسکاش به سوسک زیاد داشت خب، ولی مثلا سوسکاش اینجوری بود که مثلا چجوری بگم کوشولی بود، ولی بازم آدم میدیدش تخم بود. تا بعد خب نه همین بود از این ویدیو. بریم سراغ ویدیو فردا. حتما ببینید خیلی جذابه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.